جان دختر خاله جان وقتی برو به سراخ برو ما از خود زنه بچه دارم من زن دارم تو بیام اینجا به تا خونه ما بشیشه که ما تو رو مایم چه کار فلانه برو به دیگه جا برو خدا روزی تو رو حواله کنه اینجا نه ما خود مال گشنگی میشه خونه ما لباس میده خونه مردم نشی چیه میزنیم آخه این گپار میزنم چی گپ نزنم من تو از خود پیر مادر نداری کسی نمیده جلوی تو بگیره تا خونه مردم بیامدی بشیشتی که من باشه دیگه آدم پیر مادر داشته باشه نه من یکی زندگی کنه زندگی من زن دارم این بچی منه آخه ما عاشق شما شدم عاشق شدم فقط به لیلی و مجنون تو عاشق شدی نه وقتی برو مادر وقتی گپا چیه میزنیم وی من از خونه خو بیرون ما گشنگی مشتا خونه ما دومرو میرم آره ای به من بیامده که من عاشق تونم به تا خونه تو بشیتم من مگرم بستونی همون زا فکر نمیکنم مردم من میت خوش اومد از قیافه شما از کاراکتر شما بابا یلا تو به خدا اصلا همین بچه‌ها شما خوش شد برو قیق نکش تو برو ما آوردم این مسئله تو را نمیدادی خوب کار میکنم پیاده دیگه بابا من بد کردم اشون که من دیکت بکن داشته باشم من تو بدیدی تو حال خودی کسی من تلیفون من گفت بر راه من میرم همین تا سر من به زمین تا افتاده که جلوی خور نمیبینم من میگم من خواهی مرتگه از خود زندگی دارم تو چرا نمیبینی زن خود چوب کو خود چوبی نداره وقتی مادر خوار برو مثلا خوب برو وقتی آخر من چی میگی خوار دیگه من که آنجا خودت مثل خوار مادر زندگی میکنم نه مگه که بابا من بد کردم آنی میگم چرا این کارا میکنه حالا وقتی برو بخواه نفس خودم بشو نمیشه بیروی نه چی میگی بیادر میکنه من خونه بیادر میکنه برو که شرایط سعی کن تو شرایط خرابی چی شرایطه اشته خوار تو گپا میزنه که من برای خونه شما زندگی میکنم خود شما دیگه چی زندگی نمیکنی تو از کجا هستی وقتی که من میرم دست وکیل محل تو از کجا هستی من میرم سعی کنم من میرم پیش وکیل محل عرض میکنم بابا اشته گپا که به خونه آدم میاد من خونه خبر میکنه چی بیدار میکنه خب شیطانه که مو از دیگه تار بکن اشته کارا من از خونه بیرون میکنم میرم به وکیل محل میگم برو بگو تو زنش سعی که تو اشته مادر داری بچه چی بیامده به خونه زندگی ما خوب کار میکنم بیامدم پیرتر خوش دارم همیت بیامدم زندگی کنم خودی بود اگه مادر سعی که تازگی من چور میکشه و می دعوا میکنه هر تا اینا را برسن پیش وکیل محل من هم که همیت میشینم دیگه ول نمیخوام جا خوب محل شما من بیرون کنه میزنه که سعی که من چور میکشه چیه چور نکشم تو هم گپ میزنی من ایسا که بچه جو من مثل مادر میشم با تو من مادرتونم آخه این مادر چی بکاره این مادر به تو مادر نمیشه من مادرتونم آخه بی نمیرم کجا برم من بچه جو من مادر میشم با تو من مادرتونم آخه دیوونه آخه من مادرتونم دیوونه ای بابا یا ما بگرد نمیفهمه واسه کن کجا برفتم اینا آن برم تای میگی من نمی‌دونم وای خدا جو چی خواد کردم ولی چی گپ خوش شد ای وای خدا جو عبا آره چه کار میکنی؟ رفته شیشته نموری اخونی که عبا یعنی دهنه با من به تو گپی بگو که بفهمی سر تو شاخ به در خونه عباس بگو همی گله گله خب زنی پیدا شده بیامده تا خونی و بشیشته گفته من طور میسترم خب چه کار کنم کی؟ زن خاقی این او بیبی خدا بیامرزمه خب بیانده به سرا گله شیشته ها بیامده گفته من طور میسترم بیامده تا خونی گلک بشیشته تو گلک نگاه کن آدم بیعقلی ساده کل پوچی سری بیعقل کمال نداره تو چان سر نگاه کن همون که میگه بخ برو تماد بخ پیش کلا پخ حالا که وقتی گلکه زنکه مفت مسلم برفته تا خونیو بشیشته خدا شانس طالب ده عباس میبینی؟ من زنکه بدیدم ای دو بیبیمه کجایه؟ به سرا خوب برده دیگه برفته به سرا گلک نوی ای خدا جو قربانتشم به ایشتا آدم ها خدا دو زن میده میگم
من 35 سال سندم من یک زن ندارم. گله گانی 2 تا زن کرد. عشق کرد. بخی عباس. بریم بریم. بریم. چه کار چرا میخندی؟ اب آدم ندیدم. نه بدیده. چه میخنده؟ چی گپ؟ بابا شاق بدار که دختر میخنده. نه گپ. شما چه کاری گیلک میشه؟ چه خالای؟ شما دیگه بیامدین تا خونه اینا بشیشتی. دیگه بشیشتم. گردن هم ببند شما رو خدا بزده پیرا بروف کشیده. چه کاره؟ همو گیلک سری پیاغلا کمال نداره. شما اشته آمدین تا خونه و چیشتی. خب دیگه کار دل دیگه چه کار کنید؟ دل بیخی سرکله عدوشته کنی. ملنگا سر دیاره تو از سرکله گیلک بیتر دارم. نه فعلا مریم به شما میمونه نه؟ همین آدم فعلا خوب آدمیه. 35 سال من مجرد چیستیم یک بیوی نبود تا خونه من نشید. خب دیگه تو چانس نداشته پینک داشته. گیلک و زنم داره. خب باشه زن داشته زن به چه کار میکنه؟ دهن ما بند یک دهنی نداره. ایت شما به موها سر شما آویزون میکنه. بیخی به این خونه که بیا این خونه گوشنایه. گردن ما بند نون اینا بدنون به یک پیالی نون چای سمیه. روستا شما دیگه میرم. باشه که برم. موشا خونه اینا گوشنگی 4 پلوک میره. بیاین بریم به تا خونه میبشینیم. چی؟ تو قیافه یعنی اگه ما اینجا دارم وخی برو گم شو وخی برو گم شو وخی برو تیز برو به تا خونه نباشی خواهد بام تا خونه تشه برو گم شو پیدا کرده نمیتونه. برو گم شو تیز برو زودی خونه اینا گوشنگی از بعد خونه من دیگه اجازه نداره تو از خونه بیای تو میگن تو باشه دیگه نمیشه. بیایم بس خانه میبشینیم. دیگه نه اینجا بفهمیدی تو قوارت چلچلت یک وجب قطع تو بیا من میگی بیا به خونه بشی تو هم به خونه‌ای بدبر نمیکنم قواره خدا تو بیا تو یک بار ما به تا از خونه باشم تو یک بار دیگه بزی خونه بیایی تو تیار میکنم بچه خاله کار چی می بشی اشتگه پا میزنه بیا با تا خونه می بشی خواهد که با تا خونه تو میکنم تو هم مرد زندگی شدی باشه خاله جان برو که وکیل معلومه بیا بدم دم در. خب من چه کار کنم که بیامدم وکیل مال ابره 100 مال ولیاز خدا نرزوند ما از خودزانه بچه داریم این کارا خوبیت نداره وکیل مال بدم سلام میگم این خاله جزا کن که ما خود اینا صحبت کنه وکیل مال هر کار داره بیار بمیجو خودی به گپ زن او آدم مصطفی در بدن بیاد متاخ خونه به پیش تو تارتو غمی نداره برو بیار بابا جان من زن نمومه من زن بچی خوردارم بیا برو که بعد همه قیموم بیا آمدم به تماشا به من چی حالا من چیکار کنم من تک ده تا زن به خونی بیا مستونه زنه تو اید دیگه والله به کتاب شما نه که زن به خونه شما بیا شما خونه خبیری کنه ما نماییم بابا ما نون خوردن خون نداریم ما نون خیره اگه شما گوش نمیدی من گوش نمیشی اینو خیره شما اگه ندیش حالا ما بریم به وکیل صاحب بگم تو که به گپ نمیفهمی خب وکیل صاحب بیاریم به اینجا هر کار گپ داریم بیاریم به اینجا ببر نمیرم اختیار خدا رو خودی از بچه خاله تارتو حساب من خراب کرد فهیم سکم در سراکی نواکو بیایید بفرمایید. سلام علیکم. سلام مونده نباشین اشتنی گیلک جان. بیاریم برای شما جور سعید شما خوب خیریت بخیری. بیا ما جو بر بشیم جانجوره بیار هستی. سلامت باشین
چی گپای گیلک جان؟ برای قراریه خیریت بود به این طرفا. سلامت باشی. کجا اجاقا شما؟ آقا ما خبر نداری؟ نه 10-12 روز میشه به ایران رفتم. به ایران. ولی چرا خیریت بود؟ هیچی لالا رمضان. همینجا بابا ما زن و بچه خورداریم. یک زن بیامده بشه که بتاخونه ما که ما مثلا تور مایو. با خدا زن و بچه ما با غالمغال انداخته به جنجال انداخته یک سره قیق داد میکشه و من هرچی میگم برو زن ما 10 تا چپات بزد 10 تا گپ با ما بزد که تو چری تو کارا میکنی تو حتما خودی از این دیکک پیکک دیشتی و مثلا چه کار فهم ما بابا نه این گپا چیه خب بالاخره هرچی بزی میگم وقتی برو تو از کجایی دختر خاله جان دختری هم نه زن کلونی خونای 40-45 برو ما از خود زنه بچه در این گپا نزی که بعده هیچی به هیچی اصلا دوی پا خوب یک کش کرده ور نمیخواد زرین علیچی خونه ما ایش ده زنه بوده ایش ده آدمیه. من نمیفهم چی رقم مردمی پیدا میشم. از کجا هستی؟ بله از کجا هسته؟ کی از کجایه؟ همین زنکه. من چون نمیفهم خوشلوچی ملکی من بفهم کی کینه. انا ما چون بیا آمدن حالا من گفتم باشه برو من پیش وزیر بگفتم میرم پیش وکیل صاحب میگه برو پیش هر کس میری. من گفتم بیام پیش وکیل صاحب اول عرض خوربو کنم که بیای خود احترامانه میل بفهم این رسرا بیرو کنه برم. انا شما میگین پیار ما نیم. گپ اینه گیلک جانی که مسئله که هسته مشکل ندارم. آقا من که روز اول برفتم به ایران به من گفتم بابا همین مشکل همی همسایا گپ سخن که دارم مور چیزی ورق چیزی که ما هم اینا رو حل کنم. گفتم خوبه چشم من اجازه دارم از طرف آقا خب بیا که بریم مشکل پس بریم وکیل صاحب دیگه بریم چای میخوردین گیلک میرم نمایم بابا چای بریم هم سلام چای میکنیم بریم صحیحه بریم این دیوار شکسته دلجام بابا رخصت کنید که برام راه کار خود تیری بنزی می کار